درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. قدرمنو هیوادوالو، د خپرونې وروستۍ برخه ده چې د خپرونې د ټولګیوال برخه ده او په دغه برخه کې تکړه زده کړیال ښاغلی قاري ذکرالله نقیبیار صاحب راسره دی چې محصل دی او همدارنګه ښه ترانویونکی او نیاتویونکی دی. زم د ښاغلي نقیبیار په لوري له دوی سره به د دوی د فعالیتونو په تړاو باندې خبرې اترې کوم. له هغې وروسته به ورنه یو ښکلی ترانه او ښکلی نعت اورو. جناب نقیبیار سلام، صبحتان بخیر. بسیار خوش آمدید. جناب شیرزه صاحب خوب هستین؟ اظهار سپاس، ممنونتان. ممنون که از ولسوالی بسیار زیبای قره‌باغ آمدین و در برنامه تشریف آوردین. ممنونتان. بخیر سلامت. جناب قاری صاحب، بین راجع به فعالیت‌هایتان بر ما بگوین. در این روزها مصروف چی کارها و چی فعالیت‌هایی هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیرزه صاحب، برای شما و برای همکارای تکنیکتان و برای کسایی که ما را بیننده هستند از طریق تلویزیون معارف و از طریق رادیو معارف صدای ما را شنونده هستند، تحفه ناجی بشریت شمع رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را برایشان تقدیم می دارم که عبارت است: السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جناب شیرزه صاحب، ما خب فعلا خود محصل دارالعلوم عمری شرعی ولسوالی قره‌باغ هستم. ماشاءالله ماشاءالله. دیگه در ضمن از او هم درسای خود ادامه میتیم و حافظ قرآن الحمدلله هم هستیم. ماشاءالله. دیگه جای استازی هم داریم، شاگردا را درس میتیم و بعد از پیشین در یک مدرسه که در قریه ماست، مدرسه سید جلال بخاری صاحب، کتابای درجه پنجم هم ادامه میتیم. ماشاءالله. یعنی شما تقریبا چندین مصروفیت دارین و در کنار این مصروفیت ها شما گهگاه ترانه خوانی و نیت خوانی هم میکنید؟ بله، نیت خوانی و ترانه خوانی را ما الحمدلله از 7 سالگی شروع کردیم دیگه، به تشویق پدر بزرگوارم جناب مولوی صاحب لاله آقا قادری دیگه کو تشویق ما کردن و ما تاییدم رسیدیم. بسیار عالی هست. جناب نقیبیار، دقیقاً چه زمانی در خود استعداد این را یافته که میتونی ترانه خوانی و نیت خوانی عالی بکنی؟ بسیار خوب شیرزه صاحب، ما الحمدلله پدرم هم نعتخوان است. ماشاءالله. دیگه او از امی سند خورترکی را سر ما کوشش کرد که ما آینده باید یک کسی شم که جامعه خدمت کنم. دیگه او سر ما همیشه کار کرد و تشویق کرد که تا دیگه عرصه ما پیش رفتیم. دیگه اول که من نعت میخواندم سندم خورد بود، دیگه حفظ کرده بود نعت، با در محافل و پروگراما که میرفتم از یاد میخواندم. باز بعدا دیگه که صنف 2 مکتب شدم، خط یاد گرفتم، آشنایی به خط پیدا کردم. دیگه مو رقم نعتخوانی را زمو خدمت دادیم، دیگه کم کم هم شاعری هم میکنم. بسیار عالی هست. اولین نیتی را که خواندی دقیقاً یادت هست کدام نیت بود؟ کدام نیت بود جناب قاری صاحب؟ دیوانه دلم بلبل گلزار مدینه از بهای جان آغاز، بفروش مرا بر سر بازار مدینه. بسیار عالی. حالا در برنامه امروزی هم نیتی هست که ما و بیننده ها و شنونده های عزیز بشنویم. بله، میشنویم یک نیت بسیار عالی را به صدای آقای نقیبیار. امیدوار هستم شما هموطنان عزیز هم لذت ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. بهترین شاهی خوبان مدنی مدنی، شوم قربان جانان مدنی مدنی، توی محبوب یزدان مدنی مدنی، توی شاهی رسولان مدنی مدنی، دار عزت و جمال محمد محمد، تو هستی هم به مثال محمد محمد، توی دوست ذوالجلال محمد محمد، ارمان دارم وصال محمد محمد، نام تو ورد زبان مدنی مدنی، شوم قربان جانان مدنی مدنی، بنام دور و سلام صلوات صلوات،
گویم من هر صبح و شام صلوات صلوات داری تو بلند مقام صلوات صلوات تو انبیا را امام صلوات صلوات معجزه تو قرآن مدنی 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 بهترین شاهی خوبان مدنی مدنی شوم قربان جانان مدنی مدنی توی محبوب یزدان مدنی مدنی توی شاهی رسولان مدنی مدنی صلی الله ماشاءالله بسیار عالی بود. ممنونتان آقای قادری که ترانه و نعت بسیار عالی را اجرا کردین. آرزوهای شما در آینده چه هست که بخیر در بخش تعلیمیتان، در بخش آموزش‌هایتان تا کدام موقف برسین؟ آرزوها و ارمان من است که آینده بر جامعه و بر وطن خود خدمت کنیم در هر عرصه که باشه. دیگه در عرصه نطخوانی و علم تدریس. دیگه آرزو ارمان من است که آینده شخصی برایم که بر وطن خود خدمت کنیم و افتخار وطن باشیم. شما یاد کردین که گهگاه شما پارچه های از اشعار نیز می نویسید و شاعری هم می کنید. بله. تا الحال چند پارچه از شعر شاید شما سروده باشین و نوشته کرده باشین؟ جناب شیرزست من خود زیاد خواندم از خودم. دیگه شاعره هم دارم، از اونا هم میخوانم. دیگه اکثرا در محافلات دستاربندی که دعوت میشیم، محافلات عروسی می باشه، میلاد النبی صلی الله علیه و سلم می باشه. دیگه باز اکثرا به مو صوتی که خودم خوش میکنم به مو صوت باز شعر خودم نوشته میکنم. شاید تا الحال چند پارچه شعر نوشته کرده باشین؟ یاره دیگه تقریبا از 50-60 تا بالا شده. دقیقا روزهای نخستی که شما درباره قافیه و ردیف دانستین چند سال پیش بود؟ دیگه تقریبا این یک 3 سال میشه که صحیح به قافیه و به ردیف شعر میفهمیم. بسیار عالی هست. خب پیش ما که مهمان باشه و هم ترانه خوان باشه، پس باز دایرکتر برنامه هم اشاره میکند که باید یک ترانه دیگه هم داشته باشیم اگر موافق باشین. بخیر انشالله یک ترانه میهنی داریم امروز میخوام. بسیار عالی میشه. ترانه میهنی را با هم دیگر میشنویم و لذت میبریم. آباد باشی آباد جای شیران استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن. درخشان امارت است برقرار هم عدالت است، درخشان امارت است برقرار هم عدالت است. نامت را بنازم افغانستان استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن. آباد باشی آباد جای شیران استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن. این میهن افغانم همیشه گل و گلزار باد، این میهن افغانم همیشه گل و گلزار باد. ز پامیر تا شمشاد تو جاودان استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن. آباد باشی آباد جای شیران استی وطن، تو مسکن غازیان و شاهان استی وطن. جزاک الله خیر. ممنونتان که از ولسوالی زیبای قره‌باغ آمدین در برنامه و چند لحظه با هموطنان عزیز بودین. ممنونتان جناب خالیصی. بخیر سلامت باشی. یک تشکری خاص از شما که ما را داده بسیار سپاس. برنامه تان دعوت کردین و یک تشکری خاص از استاد بزرگوار ما ترانه خوان مشهور کشور جناب مولوی صاحب خیر محمد خیرخواه و برادر عزیز ما قاری صاحب محمد جواد هاشمی
و افتخار احمد نویزاده صاحب. اظهار سپاس، ممنونتان و سلام. ممنون از شما هموطنان عزیز هم که در هر قدم برنامه هم قدمی کردین، تنها نگذاشتین، با ما بودین و انرژی مثبت دادین. تا یکی دیگر از سلسله برنامه های صبح معرف را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.